گفتم که نه رژیم اون رژیمه، نه عراق اون عراق است و طبعا نه مجاهدین اون مجاهدینند، چرا که فرازهای واقعا کیفی از سر گذروندند. پس بشارت به نسل قیام، به مردم ایران که بابا هر کاری که این رژیم میخواد بکنه و هر غلطی که میخواد بکنه، نقدینه بزرگ ملت حاضر آماده است. کانون استراتژیکی نبرد جوشان است و خروشان. چه خیال کرده است خامنه ای و پاسدار احمدی نژاد؟ با بالا و بالاتر بردن ستیز قله حق، مجاهدین غیر ممکنها رو ممکن کردند. دفتر حسابهای ارتجاع رو در هم پیچیدند. چه جنایت، چه رذالت و چه دروغ و دغلی باقی ماند که در سال 88 مالکی و کمیته سرکوبش بر سر ما نیاورده باشند. چقدر وکلا نوشتند که آقا این تلویزیون العراقیه است یا تلویزیون احمدی نژادی. گفتم نوشته بود که باید هوشیار باشیم که تجربه ایران تکرار نشود و مالکی احمدی نژادی دیگر نشود. بله مجاهدین پرچمدار و پیشتاز این هوشیاری بودند که پلیس و ارتش و عراق هم پلیس و عراق ولایت نشود، تلویزیونش هم همچنین. چقدر وکلا نوشتند در سال 2006، در سال 2007، در سال 2008. یک فهرست طولانی از لجن پراکنی های همین تلویزیون حکومتی علیه مجاهدین. نامه های وکلا و سازمان های بشردوست بین‌المللی جلو هم هست. 3 نوامبر، 5 نوامبر، 14 نوامبر 2009، 26 می 2009، 26 مارس 2009، ژانویه 2008، سپتامبر 2007، اوت 2009، 29 اوت، 28، 29، 30، 31 ژوئیه، روزای 6 هفته مرداد به بعد. رگبار اتهامات رذیلانه، پمپاژ دروغ علیه ساکنان اشرف که های پلیس رو زدن، کشتند. تا همین روز 26 مهر که مجاهدین و آمریکایی ها با هم عراقی ها را میکشند، لابد نمونه های وزیر حقوق بشرشون مثل اینه، بعد می آورند مخفیانه با آمریکایی ها توی مزار مروارید دفن میکنند. 50 روز است که در مورد شکنجه روانی ساکنان اشرف به وسیله مزدوران گشتاپوی آخوندی سکوت پیشه کرده، اما به ناگهان تعجب میکند که چرا اینها مخالفند که به جای دیگری منتقل بشوند. انگار نه انگار که حق و حقوقی است. اگر از سرکار وزیر حقوق بشر بپرسیم که شما در این سالیانی که در عراق نبودید کجا تشریف داشتید و پاسپورتتون چگونه است، موقعیت قانونیتون چگونه است و اونجا تشریف داشتید، نمیدونم آمریکا یا اروپا یا هر جا،
چگونه مثل آقای موفق رو به این سیتیزنشیپ گرفتید یا نمیدونم پناهندگی یا هر چیز دیگر؟ بعد قوانین اونجا چگونه بود؟ نمی شود که هم نان دموکراسی خورد و هم خط ولایت رو رفت. مجاهدین ثابت کردند که چنین اجازه‌ای نخواهند داد. علی ای حال در عین این که میدونیم تا رژیم هست، تا روز آخرش، تا نفس آخرش باز هم توطئه هست و خواهد بود، اما نه عراق آن عراق پارسال است و نه رژیم و نه مجاهدین و نه اوضاع احوال بین المللی. پس از 10 دهه ما اکثریت کنگره آمریکا رو میبینیم که در حالی که هنوز مجاهدین در لیست وزارت خارجش هستند به دفاع از حقوق اشرفیان میشتابند. مجلس فدرال آلمان رو میبینیم، اکثریت انگلیس و نروژ و فنلاند رو میبینیم. اشرف جای خودش رو در قیام و در جهان باز کرده است و به پیش می رود، به شرط اینکه ما بر عهدمون استوار بمونیم، به شرط اینکه به نگاهبانی و حفاظت از خون و رزم و رنج شهدامون و مجروحانمون و همه مجاهدین وفادار بمونیم. اینطوری حیات هر مجاهد بسیار شیرین است، چون مبارزش بسیار شیرین است، بسیار سرفرازانه است، زیرا که قانع نیست به این که زن و مرد خانه‌دار باشد، زیرا که قانع نیست به این که تسلیم به این رژیم یا خواستهای این رژیم بشود. مالکی میخواست اشرف را ببندد و متلاشی کند. گفتیم صبر کن ببینیم که چه کسی متلاشی خواهد شد قبل از تو، خیلی بزرگتر از تو، خیلی فراتر از تو. اسمش خمینی بود. میخواست چنین غلط هایی بکند، اما این آرزو را به گور برد. بله خواهران و برادران، از امروز در نوروز پیروز 89 بهار 9 رو آغاز میکنیم. کارزار بهار 9.